یعنی این کتاب صحیح بخاری که مهنت 16 ساله امام بخاری هست، بلکه از این زیاد 16 سال فقط برای تصنیف کتاب وقت صرف کردن. پیش از این چقدر سالها طلب علم کردن، از ایام کودکی از علمای بخارا شروع تا علمای حجاز و بصره و بغداد و نیسابور و تمام دنیا را گشتند، علم حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را جمع آوری کردند. بعد اینکه 700,000 حدیث در پیششان جمع شد، بعد از آن از بین آنها انتخاب کرده برای هر یک حدیثی که داخل صحیح بخاری کردن غسل میکردند و در روضه مطهره در بین منبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین حجره عایشه رضی الله عنها نماز میگذاشتند 2 رکعت، استخاره میخواندند، میگفتند پروردگارا اگر این حدیث را داخل صحیح بخاری کنم برای تو پسند باشد و برای دین و دنیام خیر باشد و این حدیث مناسب این کتاب باشد درآرم و الا ندرآرم. به هر یک حدیث استخاره میکردن، با وجود اون که علم داشتن، علم علل داشتن، بیماری ها و نازکی های علم حدیث را به درجه عالی میدانستن، حتی به لقب امیر المؤمنین فی الحدیث مشرف شدند. امیر مؤمن ها در علم حدیث رحمت الله علیه و امامی هستند که متفق علیه هستند. امروز اگر بعض سخنهای امام بخاری را دیگر علما اگر گویند، آنها طعنه میشنوند، مردم تحقیر میکنند، ولی جرأتی به امام بخاری یگان اهل بدعت ندارد. و حالا که هر چیزی که بعض عالمای نو گفتند اون از بخاری نقل کردند، و به امام بخاری که زبان ندارند که طعنه زنند، و اگر زبان هم داشته باشند و به امام بخاری اگر طعنه زنند خود آنها شرمنده میشن، چون که یک شخصیتی هستند که تمام مسلمان ها کتابش را قبول کردند، بنابراین به امام بخاری مباشرتا طعنه نمیگویند.